حکایت تخت سنگ. در زمانهای گذشته پادشاهی تخت سنگی را در وسط جاده قرار داد و برای اینکه عکس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کرد. بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت از کنار تخت سنگ می گذشتند. بسیاری هم غر می زدند که این چه شهری است که نظم ندارد، حاکم این شهر عجب مرد بی عرضه است و غیره. با وجود این هیچ کس تخت سنگ را از وسط بر نمی داشت. نزدیک غروب یک پیرمرد روستایی ساده که پشتش بار میوه و سبزیجات بود نزدیک سنگ شد. بارهایش را زمین گذاشت و با هر زحمتی که بود تخت سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را کناری قرار داد. ناگهان کیسه ای را دید که زیر تخت سنگ قرار داده شده بود. کیسه را باز کرد و داخل آن سکه های طلا و یک یادداشت پیدا کرد. پادشاه در آن یادداشت نوشته بود هر صد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان باشد. ما از این حکایت پند میگیریم که اگر ما مانعی از جلوی پای دیگران برداریم شاید دیگران سود اندکی از این کار ببرند، اما در اولین مرحله خودمان هستیم که از سود آن کار بهره مند میشویم. تا حکایت بعد، بدرود.